به نام و یاد خدا. این جلسه میخوام محیط دراینگ رو معرفی کنم خدمتتون و آموزش بدم. ما قطعه کشیدیم و آماده است. میخوایم یه نقشه 2 بعدی تهیه کنیم برای ساخت. به این منظور از منوی بالا فایل رو انتخاب میکنیم و میک دراینگ رو میزنیم و وارد محیط 2 بعدی میشیم. در ابتدای پنجره‌ای باز میشه و ازتون سوال میکنه که سایز ورقی که میخواین روش نقشه رو اجرا کنید رو انتخاب کنید. شما میتونید اینجا سایز ورقتون انتخاب کنید، یا اگه فرمت خاصی دارید میتونید از اینجا آدرس اون فرمت رو بدید و اون فرمت اینجا بشینه، یا اینکه کاستوم سایز رو بزنید و سایزی که مد نظرتون اینجا وارد کنید. خب من به حالت استاندارد برمیگردم و همون ورق A3 رو انتخاب میکنم. خب در اینجا انواع نماها رو بهمون نشون داده. لزوما همه این نماها رو نباید تو نقشه ببریم. خودتون به تشخیص باید نمای مورد نظر و چند نمایی که نیاز دارید رو ببرید تا اون نقشه قابل فهم، قابل ساخت باشه. در ابتدا من نمای فرانت رو وارد نقشه‌ام میکنم. خب موس رو سمت راست میکشم تا نمای بغل رو داشته باشم. من دیگه نمای بالای این قطعه رو نمیخوام، چون نمای بالای این قطعه زیاد تفاوتی با نمای روبروی من نداره و موس رو اوریب به سمت راست میکشم تا نمای 3 بعدیمو داشته باشم. اوکی میکنم. ببینید نمای 3 بعدی من الان جای زیادی گرفته، چون برای اندازه گذاری من جای بیشتری نیاز دارم. میام قسمت اسکیل کاستوم رو میزنم و اینو کوچیکترش میکنم و به این گوشه سمت راست هدایتش میکنم. خب الان میریم سراغ اندازه گذاری. ببینید برای اندازه گذاری دستور اسمارت اینو قطعه زل به زل من میام جلو و اندازه گذاری میکنم. حالا تغییر فرمت این اندازه گذاری ها رو بهتون میگم به چه صورته. اینا رو من اندازه گذاری میکنم. خب حتی اندازه گذاری هم روش های مختلفی داره. ببینید این یک روش اندازه گذاری بود. من حالا اینجا خوبه که روش اندازه گذاری ها رو هم بهتون توضیح بدم که بهترین روش اندازه گذاری مخصوصا برای بچه های QC هر شرکت این نوع اندازه گذاریه. یعنی یه مبدأ داشته باشم و من همه رو از اونجا اندازه گذاری کنم. این برای کنترل قطعه‌ام بسیار خوبه. ببینید اینم یه نوع اندازه گذاری. الان میگم بحث جدایی اندازه گذاری خودش استانداردهای خودشو داره. اینم یک نوع اندازه گذاری. خب ببینید الان من فواصل قطرها رو اندازه گذاری کردم. من الان اندازه قطرها رو هنوز ندادم و اندازه گذاریم ناقصه. خب
در اندازه گذاری بهتره که خطهای اندازه گذاری همدیگر رو قطع نکنم. ببینید اینجا این اندازه گذاری صحیح نیست، پس من اینو میذارم همین داخل، این اندازه هم اینجا و این اندازه هم میذارم اینجا و این اندازه هم میذارم اینجا. حتی اینا اینجا هم میتونم بذارم. خب ببینید اندازه گذاری انجام شد. من الان اندازه گذاری کردم و البته الان عرض این خارم هم میتونم اندازش اینجا بدم، ولی مشخصات خار معلوم نیست. باید یه سکشنی اینجا بزنم تا بتونم نمای داخلی از خار رو داشته باشم. این برای زدن سکشن از بذارید من بزنم بره، از اول بهتون بگم. توی پلاگین دراینگ سکشن ویو و میام میگم من اینجا یه سکشن میخوام. فکر کنم یه مقدار سریع شد، بازم اجازه بدید از اول بهتون نشون بدم. ببینید از پلاگین دراینگ سکشن ویو رو انتخاب میکنم، میام جایی که میخوام سکشن بزنم، حتی سکشن به صورت عمودی باشه اینجا، افقی باشه اینجا، دو نقطه اگه بخواد اینجا و نقطه باشه اینجا. من الان همون سکشن عمودی رو انتخاب میکنم و میگم از اینجا میخوام یه سکشن بزنم. کلیک راست موس رو میزنم، سکشن انتخاب میشه و کلیک چپ رو میزنم، سکشن انجام میشه. خب ببینید سکشن رو میذاره اینجا در راستای خودش. خب اوکی میکنم و من برای جابجا کردن این اجازه به من نمیده اینو جابجا کنم. چی کار باید بکنم که این آزاد بشه بتونم جابجاش کنم؟ ببینید کلیک راست میکنم روش، توی گزینه الاینمنت و بریک الاینمنت رو انتخاب میکنم. ببینید الان آزاد شد دیگه، هر جا بخوام میتونم ببرم بذارمش. خب یه مقدارم کوچیکه، بس من یه سکشن هم بهش میدم. خب یه سکشن 1:1 بهش میدم که یه مقدار بزرگتر بشه تا به این سکشن که میدید این زیر قید میکنه، سکشن 1:1. این هاشوری هم که میبینید این شکلیه، چون متریال من آلومینیوم انتخاب شده و سکشنی که انجام میشه برش آلومینیوم رو توی نقشه ها به این صورت نشون میدن. اگه آهن بود فقط خط بود، یعنی خطایی که به صورت عمود روی اینا هستش دیگه وجود نداشت. خب حالا میرم برای اندازه گذاری جای خارم. عرض جای خار 10. خب و عمق جای خارم رو اگه بتونم نسبت به مرکز دایره بدم خیلی عالیه. خب من این نقطه رو انتخاب میکنم، میگم با مرکز دایره. بله خب چون اندازه خار رو به این صورت میدن که عمقش مشخص بشه و عرضش و طولش هم که در نمای روبروی اینجا ما داریم، حالا که سر تا سریه دیگه. بسیار خوب، اینم از زدن سکشن. خب ببینید دوستان، اگه یه زمانی پیش اومد که شما بالفرض الان دیگه اینا رو
آفرانت رو آوردید، اینو گرفتید، این همه این کارا رو کردید. بعد من الان متوجه شدم خب مثلا این نمایی نیست که به درد من بخوره. من نمای در واقع اون سمتشو میخواستم. خب من الان اینو پاک میکنم، دیلیتو میزنم، پاک میشه و از اینجا نمای روبروش یعنی اون سمتشو وارد نقشه میکنم. چرا؟ برای اینکه این نما به من جاخواه رو نشون میده. اون نمایی نبود که جاخواه رو داشته باشه. خب این من این نما رو آوردم، جاخوارم هست. جاخوار خیلی کوچیکه، تو این مواقع باید چی کار کرد؟ بعد دیتیل گرفت. ببینید با دستور دیتیل ویو میام اینجا رو انتخاب میکنم، اینو به من دیتیل میده، میذارم اینجا، یعنی همون قسمت رو، فقط همون قسمت رو یه مقدار بزرگتر میکنه که اینم بازم اسکیلش دست خودتونه، میتونید بزرگترش کنید. ببینید اسکیلش من میگم که اسکیلش 1:1. من میخوام یه نمای بزرگتر داشته باشم، نیمش میکنم و خب اینجا حالا میتونم به بالفرض مثلا اندازه‌ای بدم، هر کاری میخوام بکنم. ببینید اینجا میزنه دیتیل دی و اسکیلش هم اینجا مینویسه. خب ببینید حالا من میخوام مشخص کنم سطح صاف من. خب دوستان من الان میخوام تو این نقشه مشخص کنم که میزان صافی سطوح من چقدره. خب از پلاگین آلایمنت دستور سورفیس فینیش رو میزنم و روی سطوح مشخص میکنم که چه صافی میخوام. ببینید توی نقشه‌های استاندارد از این علامت استفاده میکنن و مقدار صافی سطح هم در اینجا قید میشه. من این سطح هم میخواد دنده بخوره و باید خیلی صاف باشه، پس اینو 8 میکرون مشخص میکنم و اینجا هم همینطور، چون میخواد بولبرینگ بشینه و اینجا هم همینطور میخواد بولبرینگ بشینه و این قسمت آخر هم همینطور. حالا اگه میخواین تغییرم بدید اینجا میتونید تغییر بدید. بالفرض من میخوام اینجا 1:6 باشه چون از اهمیت کمتری برخورداره. اوکی. خب خب دوستان الان نقشه ما داره تکمیل میشه. من الان برای ساخت این حتما باید استاندارد گذاری شده باشه. الان هیچ کدوم از اینا استاندارد نداره. البته تمام نقشه ها همه جاشون استاندارد نیاز نداره، اون بستگی به طراحی که انجام میشه داره. خب ببینید برای استاندارد گذاری اون اندازه رو انتخاب میکنم و قسمت تولرانسی که میخوام و مد نظر هست انتخاب میکنم.
تولرانس ها اگه تولرانس داخل سوراخ باشه با حروف بزرگ و بیرون سطح باشه با حروف کوچیک نمایش داده میشه. اینجا هم مشخصه که داره با شکل بهتون نشون میده داخل و اینم روی شفت رو نمایش میده. خب میگم این همه بستگی داره به طراحیتون. حالا من برای اینجا بالفرض F7 رو در نظر میگیرم. بعد اینجا نمایش میده که قطر اینجا 100 با تولرانس H7. تولرانس H7 هم اینجا بهتون نمایش میده. بعضی وقتا میخواین که تولرانس اینجا بهتون نمایش نده و جدول پایین درست کنید. اینجا رو فقط روی فیکس میذارید و بهتون نشون میده که اینجا قطرش 100 با تولرانس H7. خب من حالا میخوام این 2 صفر بعد از ممیزم بگم نداشته باشه، اینجا جمع جورتر بشه. به همین صورت هر اندازه ای رو که بخواین میتونید تولرانس گذاری کنید. حالا من اینجا میگم که نشون بده بهم اینو، بیایید برای من بذارید F8. اوکی. و ما بقیه تولرانس ها رو هم میذارید و نقشه رو تکمیل میکنید. خب مواقعی هست که شفت خیلی بلنده و توی نقشه جا نمیشه. ما از بریک استفاده میکنیم و از دستور بریک نقشه رو در واقع قطعه رو میبریم. ببینید در برش قطعه باید دقت کافی داشته باشید که اندازه ها نباید تغییر کنه. یعنی طول کلی وقتی بریک زدید مثلا قطعه کوچیک شد، اندازه همون اندازه بمونه. اینا رو باید دقت کنید. خب دستور دیگه ای که بتونم بهتون بگم که کمکتون کنه تو نقشه کشی عرضم به خدمتتون. ببینید بعضی وقتا شما شیتو دارید، میخواید اطلاعات داخل این جدول کنار رو تغییر بدید. تو این حالت اصلا دسترسی ندارید به این فرمت که بتونید تغییر بدید. در این حالت باید یک کلیک راست کنید و ادیت شیت رو بزنید. الان کاملا دسترسی دارید. حالا میتونید اینجا هر متنی که میخواین کلیک راست کنید و اسم نقشتون رو بنویسید. حالا من اینجا مینویسم شافت و حالا کسی که نقشه رو کشیده، کسی که چک میکنه، کسی که تایید میکنه، اطلاعاتش، متریالش، هر چی که هست اینجا بنویسید و از اینجا خارج بشید. اطلاعات شما اینجا درج میشه. خب من اینم به حالت همون 2 برگردونم. من فکر میکردم اینجا فضا کم بیارم، کوچیکش کردم. بسیار امیدوارم که این آموزش مورد تایید و مورد استفاده شما قرار بگیره. با تا آموزش دیگه، خدا یار و نگهدار شما. خب دوستان، این یه آموزش مقدماتی محیط دراینگ بود. من در آینده آموزش پیشرفته رو براتون میذارم. امیدوارم که بتونید استفاده کنید و این آموزش ها قابل قبول باشه برای شما. خدا نگهدار.